برعکس یوتیوب. محمد خودتو معرفی کن. سلام به همه سابسکرایبرهای عزیز سهیل اقتصادی. من محمد مشهدی هستم و توی حوزه آموزش تدوین ویدیو کار میکنم. آموزش نرم افزاری مثل پریمیر و فتوشاپ و افتر افکت و موارد این چنینی یاد میدم چطوری بچه‌ها بتونن ویدیو بسازن و توی این بازار خوب کار بکنن و پولای خوب در بیارن. هم دوره‌های آموزشی داریم، هم سمینارهای مختلف برگزار میکنیم و هم شدیداً پای صحبت‌های سهیل اقتصادی کیف میکنیم. دمت گرم. خب بگو ببینم قرار بود موضوع رو خودت در بیاری. بگو کجا با هم آشنا شدیم لطفاً که بچه‌ها بدونن داستان چیه. من الان ترکیه ساکنم. یک سالی تقریبا استانبول هستم و قصدم اینه که بیام کانادا و بعد از این جلسه هایی که با وکیلای مختلف داشتم و با هر کسی صحبت می‌کردم، یه صحبتی می‌کردن و یه حرفی می‌زدن، به این نتیجه رسیدم که خوبه که با سهیل اقتصادی هم صحبت بکنم. یه 20 سالی هست تقریبا همسن من، تجربه توی کانادا داره و باهاش صحبتی کردم که ببینم نظرش چیه، مثلا چطوریه کانادا، خوبه خوب نیست، چطوریه وضعیت، و دیگه از رو با هم آشنا شدیم. به جای جلسه یه ساعته تقریبا یه 3 ساعتی با هم حرف زدیم و قرار شد که ویدیو هم ضبط بکنیم دیگه. صحبتمون خیلی صحبت باحالی شد و قرار شد دیگه یه سریاشو ویدیو هم ضبط بکنیم که حالا هر کدوم از بچه‌ها که می‌بینن بتونن استفاده هم بکنن. حالا اول قبل از اینکه بریم تو داستان، من میخوام واقعا از 1 تا 10 جلسه رو چند بهش میدی؟ واقعی بگو، چون خیلی مهمه. بچه‌ها همینجا آنستی برام مهمه. ببین من از 1 تا 10 میدم، چون قطعاً تصمیمم این بوده که بیام این کارا رو بکنم. من تا قبل اینکه 10 نشم یا حداقل بالای 8 نشم تو ذهن خودم اقدامی نمی‌کنم براش و همونی بود که مد نظرم بود دیگه. چون قرار نبود مثلا به من کمک بکنی که منو ورداری بیاری کانادا، مثلا وکیل مهاجرت نیستی که. من فقط می‌خواستم اون تجربه و خردی که تو این سال‌های کانادا بودنت داشتی به من منتقل بکنی که خدا رو شکر تا حدود زیادش هم منتقل شد. خوشحالم که تونستم انجام بدم. مرسی. من اینو خیلی فعلا پراودم تا حالا، چون من به هر کسی که چیز میشه میگم اگر لذت نبردی یا فکر کردی که مثلا چیزی یاد نگرفتی، نه لذتی گوره پدر لذت، اگه یاد نگرفتی چیزیو به من بگو. من آخر جلسه من پولتو پس میدم، چون من نیومدم جو پولتو بدزدم، من اومدم جو زندگی تو رو بهتر کنم و تا حالا هیچ چی پس نخواسته. مخصوصا تو کالچر ایرانی، تو فرهنگ ایرانی به نظر من کار خوبی انجام دادم که این اتفاق افتاده. چون اینو یه ویدیو دارم، اگه کسی میخواد بره ببینه. یه نفر رو میارم که منیجر یه دونه مغازه است که وسایل ورزشی میفروشه، پودر پروتئین از اینجور چیزا. میگه که ما تا 30 روز پول پس میدیم، اسمش هم هست اگه مزهشو دوست نداشتی، یعنی به هر دلیلی پس بیا. بعد اینو تو ویدیو هست، من باورم نمیشه، ازش پرسیدم. میگه توی این چند وقتی که من کار کردم فقط ایرانی پس میده. میگم چرت نگو، یعنی یه فرانسوی تا نمیاره پس بده؟ میگه نه. میگم هیچ فرهنگ دیگه نمیاری مثلا ایرانیا و فلانا بد نیستن؟ میگه نه، فقط ایرانی میاد پس میده. بعد که من داشتم اینو ازش میپرسیدم، برای اینو مثال زد که خفه شم. گفت یه یارو اومد غیر ایرانی، یه پول رو آورد، گفت آقا این پول رو من میخورم مثلا دلم درد میگیره، یه پودر دیگه میخوام. اینم آورده بود که بگه اینو بهم نده یا بدون بفهم چیه. این یارو هم میگه که خیلی خوب بیا اینو بگی، این مثلا خوب، این هر چی تو این داری، این که بیا اینو بخر. بعد میگه اوکی، میاد پولشو بده، میگه میدونی که ما پس میگیریم اینو چون دوست نداری اینو. بعد میگه یارو گفت نه من اینو باز کردم خوردم، استفادهش کردم. بعد میگه میدونی، برای همونه میگه اگه مشکل بشه ما پس میگیریم، تا که اصلا دیگه دل درد گرفته، ما مزه پس میدیم. بعد یارو میگه نه اشکال نداره، اینو میدم به رفیقم میخوره، اون اوکیه، به من نساخته. میگه یعنی یارو اومده قانون پس دادن رو واسه همچین موقعیتی درست کرده بودن و این پس نمیگرفت. و بهت میگم تو این داستان اگر کسی تا حالا از من پول پس نخواسته، من واقعا خوشحالم. به ما هم دقیقاً توی آموزشایی که داریم همین قضیه هست، یعنی اعلام میکنیم که اگر تو رو به نتیجه نرسوند و اگر اون چیزی نبود که ما قول داده بودیم پولتو پس میدیم. اما فقط 1% کمتر از 1% آدمای دردسرآفرین سوء استفاده بکن میان میگن ما میخوایم پس بگیریم. همین چند روز پیش اتفاقا یکیشون بود، داشتیم باشه چند ساعتی رو صحبت میکردیم، چند دقیقه‌ای رو صحبت میکردیم. به طرف میگفتم مثلا خب اوکی مشکلت چیه؟ من اگر اشتباه به تو فروخته باشم محصولمو، وظیفه‌م پولی که ازت گرفتمو پس بدم. چیکار کردی با این دوره آموزشی من؟ مثلا چه اتفاقاتی افتاده؟ من آموزش‌ها رو دیدم، اینو به من گفت، من آموزش‌ها رو دیدم، تمرین‌ها رو انجام دادم، رفتم نمونه کار ساختم، جاهای مختلف ارائه کردم و نتونستم کار بکنم، پول منو پس بدینم شماره کارت. میگم یعنی چی نتونستی؟ مثلا چه اتفاقی افتاده که نتونستی؟ میگه خب نشده دیگه. بعد از کلی صحبت که دیگه من بهش گفتم این بهانه هایی که داری میاری بهانه های قابل قبولی نیست،
اون موقع فهمیدم مشکل چی بود. میگه من فقط تو شهرمون آتلیه هست، منم اعتقاداتم یه سری اعتقادات مذهبیه که نمیتونم فیلم عروسی مردم رو تدوین بکنم و سر همین نتونستم از به جز آتلیه به راه دیگه به درآمد برسم. من میگم خب اوکی، مثلا اینستاگرام هست، اینترنت هست، میتونی فریلنسری کار بکنی، هزار تا کار دیگه میتونی بکنی. حالا تو شهر خودتون فقط آتلیه هست که منم قبول نمیکنم، این همه بیزینس توی شهر شما هست. بعد خلاصه طرف معلوم بود که میخواد به نتیجه نرسیدنشو بندازه گردن ما. این قضیه هست که میگه مثلا توی فرهنگ ایرانی اتفاق میفته. حالا من مشتری های غیر ایرانی نداشتم، مشتری های ایرانی داشتم که خارج از ایران بودن، ولی مثلا انگلیسی کار نکردم که مشتری خارجی داشته باشم که این تجربه رو میگم منم نمیدونستم. این که بهم گفت من واقعا تعجب کردم، چون مثلا فکرم که اوکی همه پس میدن، مثلا 40% ایرانی، 10% کانادایی، 10% هندی، 10% اروپایی. من اینجوری فکر کردم. بعد که یارو گفت نه 100 ایرانیه، هیچ دیگه نیست، پر و کرکم ریخت. بعد منیجر مغازه من مثلا یه هفته کار میکنه اینا، مثلا این مدت طولانی 1 سال 2 سال جدا کار میکنه، هر روزم مغازه است، 5 روز هفته خودش باز میکنه، خودش میبنده. یعنی آمار خوبی داشت. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود برام. حالا یه چیزی که من همین گفتی بذارینم بس بگم برای بچهای بیزنسه که هستن. آقا اگه توی بیزنست ریفاند آفر میکنی، پول پس دار، ریفاند چی میشه به فارسی؟ بازگشت وجه. اگر بازگشت وجه آفر ارائه میدی به مشتریت، خیلی کار اشتباهیه که از مشتریت بپرسی چرا میخوای پس بدی. چون پس دادن چرا توش معنی نداره، برای اینکه هر آدمی یه داستانی داره. مثلا همین داستانی که الان محمد تعریف کرد، یه یارو هست به خاطر اینکه به بچگی بهش چپودن که تو باید بدون توهم باور کنی و میترسه اگه باور نکنه به تو جهنم واسه 1000 سال شکنجه بشه، نمیتونه به عکس بگیره. خب این خیلی برایش سخته بیاد محمد بفهمونه که آقا من چرا مشکل دارم، و برای محمد هم خیلی سخته اونو بفهمه. وقتی حتی توضیحی که میده میگه آقا حرف چرت و پرته، به من چه تو دیوونه، به من چه تو این، به من چه این یا این. برای همین تو نمیتونی توی به عنوان بیزنست قاضی هم باشی که همه رو بخوای قضاوت کنی. خب بگو چرا میخوای پس بدی، میتونی بپرسی چرا و بعد بهش بگی که من فقط میخوام کارمو بهتر کنم، نه اینکه بخوام به تو بگم آره یا نه. اگه دلیلی هست که تو به ما بتونی بگی که من مثلا خودم اینجا وقتی میرم یه چیزی پس بدم، مثلا میگه چرا میخوای پس بدی، چیزی هست، میگم نه فقط میخوام پس بدم، یا میگم آره این جیرش پاره است، میگه او خوب شد گفتی، میندازش توی قسمت دیفکتیوا که رئیسش مثلا بره چکش کنه یا بندازش دور، یا مثلا میگم که سیمش کار نمیکنه، یا مثلا این چراغش نبود توش، مثلا قرار بود 3 تا چراغ باشه 2 تا چراغ توش. میدونی نمیپرسه ازت پس تو چراغو گم کردی، پس ما ببین ما 1000 تا از اینا میفروشیم همش با 3 چراغ است، چطوری مال تو 2 تا چراغ بوده؟ میدونی احتمال 99% منم دروغ میگم، چراغ رو از دستم موتور شکسته بهونه کردم، اصلا یه چراغ فقط لازم داشتم، اینو خریدم چراغاشو دزدیدم من تو پس میدم. ولی تو نمیتونی اینو هیچ وقت ثابت کنی به عنوان بیزنس اونر. میتونی بگی من 99% مطمئنم تو دریوسی، ولی اون 1% چی؟ و چون تو نمیتونی قاضی باشی واسه هر کیست، یا بازگشت وجه رو به مردم نمیدی، یا اگه میدی اصلا دیگه سوال نمیپرسی. حالا یه مثال واسه خودم میزنم. من با یه آقایی قرار بود کانسالتیشن داشته باشم و چون سرم شلوغه یه مثلا 4 هفته حتی بهش وقتم نداده بودیم هنوز. بعد اومد مسیج زد که آقا من کاری که میخوام بکنم دیگه به قول معروف از کسی دیگه کمک گرفتم و اینم خیلی طول کشیده، اگه میشه پول منو پس بدین من برم دنبال کارم. من بهش مسیج زدم، صدامم فرستادم که بدون خودمم، گفتم عزیز از نظر ریفاند هیچ مشکلی نیست، اگه ریفاند میخوای جمله بعدی اگر این باشه که ریفاند میخوام همینو بهت پولتو پس میدم، ولی اگر به خاطر اینکه ما سرمون شلوغ بود و اینا ناراحت شدی یا مثلا فکر میکنی به چیز نمیرسی، من میتونم فردا ساعت 5 باهات کانسالتیشن داشته باشم. اگر اینو میخوای فردا ساعت 5 میبینم، اگه نه فقط به من بگو که نه مرسی که من پولتو پس بدم. که بعد اون مسئله زد که فردا ساعت 5 عالیه. میدونی این خیلی مهمه. من اینو توی مخصوصا خیلی از کشورهای جهان سوم که میان اینجا و مغازه میزنن میبینم.
مثلا یارو مغازه چیز داره، میوه فروشی داره، روزی داره $4,000 میفروشه، روزی داره $5,000 میفروشه. بعد یکی میاد میگه آقا من سیبا که خریدم دوست ندارم. میگه به من چه؟ من که مسئول سیب درخت نیستم، به من چه درخت؟ میدونی؟ پس من میگم چقدر تو احمقی، چقدر تو کوتاه فکری. تو باید بگی واقعا چه عجیب سیبی، معذرت میخوام که اینو تجربه کردی، بعد میرفتی میومدی، خب سیباتو بده، چیزی ازش خوردی یا همین بوده که میذاری رو ترازو ببین چقدر مثلا، بعد 2 تا خوردم، بعد به 2 تا سیبم بیاره بندازه روش، بگی خب اگه مثلا 10 تا بشه 12 تا، اوکی اینقدر پول بفرمایید پولت پس. یا مثلا رسیدشو نگاه کنه بگی اوه اینقدر بود، اصلا مهم نیست دیگه، مثلا 10 تا سیب خرید 3 تا پس آورده. میگه آره من اومدم خونه مثلا بچه‌ام خورده بودن ولی من خوردم، بعدم اومد به بچه‌ام گفتم چرا این آشغال خوردن، گفتم ما نفهمیدیم. یا مثلا بچه‌ام 10 تا گاز دادن، هر چی ها. من مثلا چیز میخرم از مغازه، بعد توت فرنگی، بعد میاد یه بسته که توش مثلا چند 50 تا توت فرنگی یا 30 تا توت فرنگی توش، بعد یه دونه توت فرنگی ها له شده. بعد خانمم سریع عکس از اون میگیره میفرسته به اون کمپانی، میگه که توت فرنگی خراب بود. کمپانی همون موقع تمام پول توت فرنگی به علاوه بهره‌ای که روش گرفته، به علاوه یه پول کوچولو از تیپ تو پس بد میده که میگه چون تو همه اینا رو حساب کرده بودی روی این، همه رو بهت پس میده. و فقط سوالی که ازت میپرسه میگه میخوای بهت کردیت بدم تو خود اپمون یا پولتو پس بدم رو کردیت کارتت. اگه کردیت میخوای رو اپمون توی 5 دقیقه اتفاق میفته، اگه پول میخوای برگردی تو کردیت کارتت بین 2 تا 4 روز طول میکشه. میبینی این خیلی قشنگه. من از این بدم میاد که تمام کمپانی‌های ایرانی وقتی که میخوام بیان باید بیزنس کنن، آقا ما گارانتی میکنیم کارمونو، ساتیسفکشن گارانتی. بعد یارو اومده مثلا این واقعیه، اومده سنگ منو زده، بعد با 1 سانتی متر اشتباه بریده، زیادی بریده، بعد سینکی که قرار اون معلوم نباشه الان معلومه، بعد بهش میگم اشتباهه، میگه آره من زیر بار نمیره. نه بدتر از اون میگه آره من اشتباه بریدم، میدونی ما باید این آهن رو بذاریم روش خط بکشیم ببریم، من حوصله نداشتم این کاغذ رو گذاشتم. اینا چون از کارخونه میاد بعضی موقع این سایز آهن با اون کاغذ مچ نیست. و من اینجوری هم خب این که داستانه واسه من نی که چرا اتفاق افتاده، میدونی، ولی اون فقط چون میخواد مغلطه کنه داره یه چیزی میگه که من ساکت شم و منم دارم میفهم که این یارو انقدر آدم غیر عادیه قبول نمیکنه. یعنی مثلا من سر کار خودم انقدر مسئول بودم، تنها باری که یه نفر به من شکایت کرد و من فقط 1 نفر تو کل بیزنسم توی 10 سال بالای 1 میلیون مشتری، من فقط 1 نفر رو تا حالا راضی نکردم. اونم گفت آقا جوهر خریدم، جوهر تو باز کردم پاشیده رو فرشم، من یه فرش نو میخوام. بعد گفتم ببین دیگه اگه تو احمقی که میری جوهری که توش میدونی جوهره رو پلاستیکشو پاره میکنی روی فرش، دیگه تقصیر توه. 2 مثلا نمیدونم تو راست میگی یا نه، یعنی اینم گوش زنم هست. 3 من توی این کاغذ وقتی فرستادم روی جعبه تو یه کاغذ رنگی خوشگل، نه کوچولو سیاه‌سفید تخمی، رنگی خوشگل پرینت شده، الکی هم رو چرت و پرت ننوشتم، خیلی گنده عکس گذاشتم 6 تا. 1 این جعبه چون که تو هواپیما بوده پرشرایز شده، واسه همین توش الان هوا فشار هست، تو اینو مواظب باشین میخواین باز کنین. 2 برین تو دستشویی بالای سینک. 3 یک کاغذ بذارین توی سینک، روی سینک اینو باز کنین. اگه اولی پاشید تا آخری قراره بپاشه، اگه اولی نپاشید هیچ کدومشون دیگه پرشرایز نشده. اینم تستشه. و من همه این کارا رو کردم، تو نه اینو خوندی نه عقلت استفاده کردی، بعد رفتی رو فرش. بعد گفتم خب ببین من به نظر من این حرفت چیز نیست، ولی تا امروز ناراحتم که نکردم، یعنی تقصیر کار خودمو میدونم، میگم که در اصل کاش میکردی، این کاش میگم اوکی پول فرش نمیدی. مثلا یه جوری گفتم که اگه اینو بدم بعدی چیه، من تو ماشینم باز کردم پاشید به شیشم چپ کردم، ماشین رو میخوام، نمیدونستم. واسه همین میگم تا امروز یه نفره که من فقط راضیش نکردم. ولی نمیفهمم چرا توی ایرانیا اصلا نمیفهمن قدرت ریفاندو. یه قانونی تو بیزنس میگن از دست دادن یه مشتری اگر بخوای اونو حذف کنی باید 10 تا مشتری جدید بگیری، یعنی یه مشتری ناراضی مساویه با 10 تا مشتری جدید. یعنی تو خیلی باید برات مهمتر باشه که اون یه نفر رو راضی بکنی.
حتی اگه واسش کاستت باشه 9 تا مشتری جدید. یعنی اگه تو تبلیغ میکنی واسه هر مشتری $5 خرجته، تو واسه یه مشتری بعد تو $45 خرج کنی تا راضیش کنی اگر راضی نیست. و ایرانی‌ها اینو نمیفهمن، اونوری بهش نگاه میکنن. ما پول اینو که گرفتیم دیگه، گوره پدر این بزن ناراضی باشه به من چه. ولی من پادکست دارم، رفیق دارم، این ور اونور میرم، حرفم ارزش داره. اگر این یارو آدم حسابی بود من به 10 نفر دیگه معرفیش میکردم. ولی الان یکی هستم بخواد، میگم من نمیشناسم کسیو، فقط اینو میشناسم، مطمئن باش اگه پیش این نری. میدونی من میدونم این آدم خوبی نیست. آره اگه کارو درست بزنه که خوشحاله، تو میاد پول دادی گفتی اینجا رو سنگ بزن، یارو سنگ زده، خب برو. ولی اگر به مشکل بخوره این پشتو خالی میکنه. این همچین شخصیتیه. این خیلی نکته مهمیه که ما کلا حواسمون باشه که چقدر اون مشتری ارزشمنده. حالا اصلا ویدیوی اول ما یه صحبت دیگه ای بود که می‌خواستیم ببریم جلو و طبق معمول همیشه ویدیوهای تو به یه جای دیگه ای رفت. حالا ما هم بحثو ادامهش میدیم، اوکی مشکلی نداره. در کل یه نفری که یه بار به ما پول داده خیلی راحت تره که دوباره ازش پول بگیریم. حالا یا بهش یه سری خدمات دیگه میدیم، یا بهش تخفیف‌های ویژه تر میدیم، یا اینکه اصلا اون به هر کدوم از اعضای خانواده‌اش سفر مشتری که طی شده. حالا یه ذره کوتاه بخوام توضیحش بدم، اینطوریه که آدما ما رو میبینن از جاهای مختلف، مثلا اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، جاهای مختلف ما رو میبینن، بازدید کنندن، ویزیتورن. از یه جایی به بعدی که اون تکراره خیلی بیشتر میشه تبدیل میشن به علاقه‌مند، که مثلا تو ذهنش میگه راست میگه، مثلا من دوست دارم فلان کارا رو بکنم، مثلا خواستم اون لوله کشی رو انجام بدم، کار کابینت رو انجام بدم، با فلانی کارا رو انجام بدم، اوکیه. از بازدید کننده تبدیل میشه به علاقه‌مند. آروم آروم این مسیر رو یه جوری طی میکنه تا بالاخره بگه اوکی بذار یه ریسکی بکنم، حالا طرف یه محصول ارزون قیمتی ازش بخرم ببینم چی کار است. بعد اینکه یک بار به ما پول میده هنوز مشتری ما نیست، صرفا یه خریداره. وقتی چند بار اون خرید انجام میشه، چند بار اون طرف پول به ما پرداخت میکنه، تازه میشه مشتری. که حالا مشتری ما که میشه، اگر ما خوب بهش خدمات بدیم، اگر هواشو داشته باشیم، اگر به قول تو کار اضافه تر براش بکنیم، همه جوره حواسمون باشه که این مشتری رو از دست ندیم، اون مشتری میشه مشتری هوادار ما که میره به خاله و عمه و پسر خاله و شوهر عمه و دوست و رفیقش هم معرفی میکنه، هواداری ما رو میکنه. و بعد از اون که به همه دوست و رفیقاش هم کار خوب تحویل میدیم، میشه مشتری وفادار ما که دیگه حتی اگر گرونتر هم بهش بفروشیم میاد سراغ ما، حتی اگر خدمات بدم بهش بدیم دیگه خودشو مدیون ما میدونه که با ما کار بکنه. مثلا همین الان توی ایران خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی هستن که خیلی گرونن، حالا من اسمی نمیارم، ولی مثلا تروب میاد باشون میجنگه توی قالب اینی که آقا من همه ارزونترم، بیا تو فلان سایتا بگرد، مثلا تو تروب پیدا بکن بگرد. تروب یه پلتفرمیه که مقایسه قیمت انجام میده، نمیدونم در جریانش هستی یا نه. تروب و ایمالز میاد تمام فروشگاه اینترنتی‌های کل ایران توشون لیست شدن، میگه مثلا فلان مدل گوشی و فلان مدل اسپیکر رو می‌خوای بخری، نگاه بکن ببین توی تمام اینترنت فروشگاه‌های اینترنتی ایران کدوم از همه ارزان‌ترن، برو از اون بخر. بعد تروب تبلیغاتش اینه که از اون فلان سایته که همه معروف‌تره نرو بخر، از مثلا دیجیکالا نخر، از فلانیه نخر، و همه میدونن که اون گرون‌تره ولی بازم همه میرن سراغ اون، چون دیگه تبدیل شده به اون مشتری وفاداره. این خیلی مهمه که ما حالا تو هر بیزینسی که داریم حواسمون باشه که مشتری هامونو اولا که اصلا اگه یه بار دو بار سه بار به ما پول داده صرفا خریدارمونه، تبدیل کنیم آدما رو به مشتری، تبدیل کنیم به مشتری هوادار، بازاریابی دهان به دهان اتفاق بیفته، بدون اینکه تو اینستاگراممون کاری بکنیم، بدون اینکه تو بوق و کرنا بکنیم. خود آدم‌ها بلدن برای ما مشتری بیارن. من خیلی تا الان از طریق مشتری‌های جدید تونستم به دست بیارم و برعکسش اگر گنده کاری بکنیم از طریق مشتری‌هامون مشتری از دست میدیم. همونطوری که الان تو داشتی میگفتی که من هیچکیو نمیشناسم ولی اگر اینو پیداش کردی مثلا سراغ این نرو. توی ویدیو چند شب پیشت بود میگفتی من فلانیه رو مثلا بد کار میکرد سیوش میکنم احمق، بعد یه کاری میخواد طرف انجام بده، مثلا یه احمقی به من پیام داده که من فلان کارا رو میخوام بکنم، میدونم طرف آدم خوبی نیست. اینقدر بامزه است. این خیلی نکته مسیج میاد بعد مثلا من اصلا چون انتظار ندارم یادم میده، مثلا فکر کنم زدم که آقا مثلا من کار میخوام، خب بعد تکست میاد بعد شماره هست 778543 بعد تو میگی خب که یکی از کارمنداست، بعد یکی با اسم میاد، بعد وقتی مثلا اسم میاد مثلا زده مامان، بعد میگه اوکی میریم مامان رو میخونی، برای همین تو اون لحظه مغزت میگه که اسم دوستاتن، شماره کارگران، بعد اینکه اسم میاد احمق دامه میاد دام، من یهو فکر میکنم اول فکر میکنم اون به من گفته دام، خب اولین چیزی که میگم کی به من داره فحش میده، من کاری نکردم که، بعد باز میکنم ببینم
اسمش دامه بزنه سلام من دنبال کار بودم گفته بودین کار میخوام. من میگم نه مرسی. اینو من حالا به عنوان نکته‌ای که بخوام بگم جنبندی اون صحبت اینه که ماها اوایل خیلی ممکنه سختمونه تا بتونیم اولین پروژه هامون و اولین درآمدامون و اولین پولامون رو به دست بیاریم، اما خیلی سخت‌تر اینه که اون مشتری ها رو نگه داریم. یعنی به دست آوردن مشتری شاید خیلی سخت باشه اما نگه داشتن مشتری خیلی سخت‌تره. مثل اینکه میگم مثلا فلانی قهرمان مثلا جام ملت‌های آسیا شده، قهرمان UCL شده، مدافع عنوان قهرمانی شدن خیلی سخت‌تر از اینه که تو یه بار بخوای قهرمان بشی. همه هی نگاه میکنن که تو که پارسال قهرمان شدی ببینم امسال هم قهرمان میشی یا نه، و خیلی سخت پیش میاد که یه نفر چند سال پشت هم قهرمان بشه. مشتری داشتن هم همینه. ما میریم دهن خودمون رو سرویس میکنیم به آدمه، میفهمونیم که من آدم خوبیم، میتونم کمکت بکنم، واقعا میتونم زندگی تو یه گره‌ای ازش حل بکنم، بیا به من پول بده. طرف یه بار پول میده اون میشه دیگه اولین و آخرین بارش، و خیلی ها نمیفهمن که چقدر راحت دارن پولو از دست میدن، برکت و خیر و سود و پول و همه اینا رو از دست میدن، و فقط به خاطر اینه که هی فقط به خودشون نگاه میکنن که بابا ولش کن، حالا من که پول رو گرفتم حالا ولش کن بابا، عیبی نداره، یه نفر که چیزی نیست، با یه گل که بهار نمیشه. ولی وقتی میاد تو قالب بیزینس و مشتری‌ها اینقدر با هم در ارتباطن و مخصوصا الانی که اینقدر همه طرف یه دونه استوری میذاره مثلا 50 نفر آدم پشیمون میشن از اینکه از ما بخرن، مخصوصا توی عصر ارتباطات الان و سوشال میدیا و اینا، اون یه نفره میتونه اتفاقا خیلی تاثیرگذارتر از یه نفر باشه و ما باید جدیش بگیریم. بذار یه مثال دیگه بزنم اینجا. دو تا چیز میخوام بگم. اول اینکه ببین مثال واقعی، ما یه دونه کار داشتیم، یه خونه داشتم آتیش گرفت، بعد مثلا فرض کن سقفش که بعد درست بشه 40 تا چوب دور این سقف میچرخه. وقتی که آتیش گرفت 28 تا از این چوبا سوخت. بعد اینا اومدن گفتن خب ما بیمه گفت ما 28 تا رو عوض میکنیم. 2 تا از این چوبا مونده بود، واقعا فقط 2 تا چوب. من به بیمه گفتم خب این 2 تا رو هم بکن دیگه، تو داری تمام این دور خونه رو میزنی، یه جلوی خونه رو نمیکنی، اینا واقعا در داغونه، بکن دیگه. گفت نه ما اونی که فقط آتیش خورده رو بهش دست میزنیم. گفتم خیلی خوب. و اون یارو کمپانی که اونجا آمده بود گفتم که آقا شما میشه این 2 تا چوب اضافه رو واسه ما بزنین، 2 تا چوب 2x4. بعد گفتش که آره میشه. گفتم چقدر اضافه میشه؟ گفت couple of 100. کاپل میشه 1 یا 2 یا 3 دیگه تشینه، یعنی کاپل 2 1 نمیشه، میشه 2 یا 3. couple of 100. گفتم خب اوکی چوب $4، 2 تا چوب میشه $8. بگو میخوای $1 هم میخ بزنه توش، $9 کاستشه. آردی اونجاست، نردبونو زده روی سقف داره این کارو میکنه، 28 رو میزنه، فقط به جای که رو 28 وایسه بر 29 30 هم بزنه. گفتم اوکی حالا دیگه هم من شانس آوردم میخواد با $200 این کارو انجام بده، هم اونم چه حالی داره میکنه، 2 تا میخ اضافه میزنه، 5 ثانیه اضافه کار میکنه و $300 اضافه میگیره. این برای من یه دونه بیل فرستاد برای صورت حساب برای من فرستاد برای $1800. من بهش زنگ زدم میگم که مگه من مسخره تو هم در پوز زنگ زدم به من میگی couple of 100. اگه انقدر آشغالی که شروور میگی عدد درست بگو. اگه میگی کاپل تا حرفت بمونی، چه جوری 1800 couple of 100؟ چه جوری 18 تا 2 یا 3 تا با فرقشون رو نمیفهمی؟ بعد گفت دیگه فلان خاطر دعوامون شد و من هم به بیمه گفتم که این داره سر من کنا میزنه. بیمه که بهشون زنگ زد اینا کردنش همون $200-300. این اتفاق مال سال 2011 است. من دیشب برایشون یه دونه نگاتیو فیدبک دوباره گذاشتم روی گوگل. یعنی 13 سال من دارم برای این نگاتیو فیدبک میذارم، تو اینستاگرام میذارم، تو تیک تاک میذارم، تو اینترنت میذارم، تو گوگل میذارم، هر جا که یارو هست میرم با دیتیل مینویسم. بعد مثلا رفیقم که میاد خونم میگم یه تلفن تو میدی، با تلفن رفیقم میرم نگاتیو فیدبک میذارم میام. 13 سال دارم من به این ضرر میدم. یعنی این یارو حداقل تا حالا 50 تا بیزنس از دست داده که یارو اومده خواسته به این کار کنه، رفته خونده، بعد دیده یه نفر نوشته 2 صفحه، بعد وقتی میاد تو دیتیل میخونه میبینه خیلی این آدم کمپانی خیلی کارهای بد کرد که مثلا من باش اینجوری بد شدم. اومد رفت به یه کمپانی شکایت کرد که این سهیل به من 1800 بدهکاره. وقتی که بیلو کرد $300 300 هم نکرد، $600 کرد، منم $600 رو دادم. یعنی گفت اوکی 1800 نه 600. گفتم خاله بیا 600. بعد رفت به یه نفر دیگه دروغی گفته بود که این سهیل به ما 1800 بدهکاره، به اونم مثلا اینو فروخته بود $600. بعد 2 سال بعد که من دارم خونه میخرم بانک من زده میگه این کیه، طلبکار دنبالته. بعد زنگ زدم به این کمپانی میگم مادرتو سرویس میکنم، ظرف 2 ساعت جمعش کردن. زنگ زدم به اون کمپانی و مثلا، ولی میگم کمپانی کثیفی، اصلا آدمای آشغالی توشن.
و اینو که فهمیدم گفتم که من 10 تا سرویس میکنم. ببین یارو قرار بوده 4 تا میخ بزنه 300 دلار اضافه پول در بیاره، یعنی فقط خوبی به خاطر احمقیت و به خاطر اینکه دیگه ما با این کار نمی‌کنیم، یعنی که اینکه مشتری ما نبود، مشتری ما بیمه بود، ما 40000 دلار بیمه گرفتیم، حالا 300 دلار سر 300 دلار بحث میکنه، ولش کن. یارو اینجوری نگاه کرد من حداقل تا واسه یارو 50 تا کاست کار داشتم، نه 5 تا، نه یه دونه دیگه، یه دونه رو 100% که داشتم تو 13 سال 50 نفر متفاوت تو همه جا واسش نگاتیو فیدبک گذاشتم. بعد نه که اینا بدن می‌نویسم 2 صفحه می‌نویسم اون که فیدبکی که تو باور می‌کنی، چون همش به اتفاق افتاده و این حرفا. بعد یه دونه کار 40000 یاد دست داده باشه 40 بار میتونست به من پول، یعنی اگر میومد به من میگه اوکی راضی نیستی من کارو باید مجانی میکنم، برای هم که ناراحتت کردم بیا 500 دلار هم کش بهت میدم خوشحال شو. من میرفتم میزنم خونه بعدیت هم رایگان چوباشو براش میزنم، ولی مثلا این کارو با من خونه بعدی خودم بهش زنگ میزدم. خونه بعدی وقتی این کارو میکرد با من میگفتم که بابا این زنگ بزن، این کسیه که وقتی که یه مشکل پیش میاد دنبالت. میرفتم یه فیدبک پیش می‌نوشتم، کلیدم میکردم که نه داداش یه دقیقه تلفن تو بدید، یه کمپانی خیلی خوبه من باید اینو به دنیا بگم، همون برایش اتفاق میافتاد. ولی الان من حداقل واسه این یارو بین 40000 دلار تا 800000 دلار من به این یارو ضربه زدم و اون مشتری و اون کمپانی اینو نمیدونه. اون فکر میکنه که مثلا او من رفتم تو پاچه طرف مثلا یه 600 دلار یه 500 دلار کردم تو پاچه طرف، ایول دمم گرم داداش من چقدر آدم زرنگیم، چقدر آدم خفنیم. خیلی این نکته مهمه که ماها هر کجایی که احساس زرنگی میکنیم دقیقاً همون لحظه رفته تو پاچمون. یعنی اگر میخوایم خیلی زرنگ بازی در بیاریم که 500 دلار حالا تو مثال تو طرف بخواد سود بکنه، خب بعدترش مثلا 50000 دلار طرف ضرر کرده، یعنی 100x ضرر کرده. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا می‌خواسته زرنگ بازی در بیاره. و یه کلمه من میگم به عنوان کلمه بولدی که توی ذهن همه باشه، یه کاری نکنیم که مشتری دردسرآفرین برای خودمون درست بکنیم. مشتری دردسرآفرین یعنی دقیقاً سهیل اقتصادی توی این مثال. چرا طرف این اتفاق براش افتاده؟ چون می‌خواسته تو پاچه سهیل اقتصادی بکنه. حالا مشتری دردسرآفرین خیلی اوقات مثلا تو همون قالب مثالی که من گفتم که ما بازگشت وجه داریم برای آموزش و اینها، یا حالا هر محصول دیگه زیر 1% معمولا، اونم فقط آدمای دردسرآفرینی که مثلا طرف یه بودجه‌ای گذاشته برای آموزش دیدن، میره آموزش رو میگیره، دوره رو میبینه، تموم میکنه، کارش که حل شد، میره میگه پول منو پس بدید. دوباره با همون پول میره یه آموزش دیگه میخره، با همون پول یه آموزش دیگه، یه آموزش دیگه، یه آموزش دیگه. و مثلا طرف با 2-3 میلیون تومان کل مارکت آموزش رو مثلا همه دوره‌هاشون رو دیده و کاراشو کرده. چرا؟ چون اون از اون ور داره احساس زرنگی میکنه. نکته اینه که ما اگر یه کاری نکنیم که این مدل جنس مشتری‌های دردسرآفرین رو برای خودمون جمع بکنیم، یا برعکس یه کار اشتباهی نکنیم، یه گنده‌کاری نکنیم مثل همین مثال که اون آدمه بشه دردسرآفرین، میتونیم لانگ ترم بی‌نهایت تا طولانی مدت کار بکنیم و از آدم‌ها پول بگیریم. چون تو خیلی سختته بری یه دونه از این مثلا چوب درست کن‌های جدید پیدا بکنی تا اینی که اون تو گوشیت شماره‌اش از زنگ میزنی میگی داداش یه دقیقه بیا مثلا یه خونه دیگه هم آتیش گرفته اینجا رو هم درست بکن. از اون ور پیدا کردن کسی هم که کار خدماتی بکنه سخته، که بدونی کارشو دیده باشی، یه ریسک دیگه، فلانیه بیاد کارو ببینه انجام بده، خوبه خوب نیست، چیزی از تو خونم بلند میکنه یا نمیکنه، هزار تا داستان. من بالاخره این یارو رو کوالیفای کردم، میخوام باش کار بکنم. حالا همون اتفاقه برای پیدا کردن مشتری هست، برای پیدا کردن مجری هم هست. ما کلا باید حواسمون باشه که آدم دردسرآفرین توی هیچ گونه روابطمون راه ندیم. چه رابطه عاطفیه، چه رابطه کاریه، چه رابطه مثلا اینی که یه خدماتی فقط انجام بشه و تموم بشه بره. من میخوام یاد بشه گفتم 2 تا چیز میخوام بگم. پوینت دوم حرف تو رو یه خورده نقض میکنه، به خاطر اینکه تو هیچ جوری نمیتونی مارکت رو کنترل کنی که آدم دردسرساز طرفت نیاد، و اگرم تو حتی این کارو بکنی، من آدم دردسرسازی نیستم ولی واسه اون یارو دردسرساز شدم. یعنی اتفاق میفته، تصادف اتفاق میفته. پس تو باید بهش اینجوری نگاه نکنی که بیا ما یه کاری کنیم که به فنا نریم یا آدمای تخمی باشون کار نکنیم. من میگم ما که میدونیم قراره با یه اتفاقات بعدی رفتار کنیم، چرا براش آماده نشیم؟ انقدر این کار آسونه که اصلا باور کردنی نیست. من روز اولی که کمپانی خودمو زدم، من روز اول فروشم بود $5. تو 24 ساعت $5 فروختم. گفتم آقا من میدونم که قراره یه روزی ما داستان داشته باشیم، بیا یه کاری کنم، من هر جنسی که میفروشم 3% میذارم کنار. روی قیمتی که میذارم یه دونه اکسل داشتم، زده بودم جنس 50 سنت، بعد زده بودم سود جنس رو ضرب در 2 کن شده بود $1، بعد زده بودم اجاره
5 سنت، بعد زده بودم برق 5 سنت، بعد زده بودم پول آینده آدمای دردسرساز 3% این عدد جمع اینا، بعد جمع اینا میشد 1.70، 3%ش میشد مثلا چه میدونم 6 سنت، بعد 6 سنت اینجا میذاشت، بعد من قیمت آخرم میشد $1.75. اینو میذاشتم رو اینترنت. هر ماه آخر ماه میرفتم تو حساب پیپل، میدم تو حساب مثلا هست $1000. گفتم خیلی خوب 3%ش میشه $30. $30 میذاشتم توی حساب جدا، یه پیپل دیگه درست کرده بودم به اسم سهیل مشتری. $30 میفرستم تو اون حسابه، $970 میخوام تو حساب خودم. ماه بعد دوباره ماه بعد از 1 سال توی حسابه مثلا جمع شده بود، مثلا میگم عدد یادم نمیاد، $10,000. مشتری زنگ میزد میگه آقا جنس ما خراب شده، بعد برش میفرستم خرجم بود $4. بعد 2 ماه چند تا مشتری زنگ میزد قول میزد 20 تا $4 میشد $80. $80 $10,000 کم میکردم میشد 9920. بعد همون ماه خرجم فروشم شده بود $5,000، 3%ش میشد 150 دلار میخوام توش میرفت $10,000 رد میشه. بعد از 2-3 سال حسابه انقدر گنده شده بود اصلا رو حسابه دیگه چیز میکردیم، دور میزدیم. مثلا میگفتم که اگه میخوام جنس جدید بریم میتونم از این حساب قرض کنم، چون توش حساب مثلا $40,000 پوله، الان $20 از این قرض کنم بریم کارا رو بکنیم، بعد که فروختیم آخر ما بیام 20 پس بدم. دیگه یارو زنگ میزد میگم مشکل نه، مثلا مهم نبود. چون چیزی که من نگاه میکنم اکثر بیزنسمن‌ها، من دیگه نمیخوام بگم ایرانی چون حرفا که میزنم واسه همه بیزنس‌ها صدق میکنه، اکثر بیزنسمن‌ها یا بیزنس وومن‌ها وقتی یه جنسی رو دارن میگه سهیل تو اینو بهت فروختیم $5، ناراحتی؟ $5. من شاید ناراحتیم بیشتر از $5 باشه. من شاید مشکلم این باشه که آقا میخوام تو اینو برام دوباره شیپ کنی به اون آدرس، و اون آدرس چون این دفعه عوض شده رفته هوایی، دیگه یو پی اس زمین نمیره باید هوایی بره، $30 واسه من خرج شیپینگ داره. در یوسف لیوانی که خریدی $5، من نمیتونم $30 اضافه خرج کنم. نه منطقی نیست حرفت. من اصلا این منطق رو هیچ وقت نداشتم. من کاستومر که میومد جلوم میگفت مشکل دارم، من امیدوار بودم که مشکل این کمتر از پولی که تو حساب مشکل مشتری من داشته باشه خرج داشته باشه. اصلا مهم نبود این چیه. برای همین اون فرشم تو ذهنم مونده. برای همین اون فرش همیشه واسم مهم بود که آقا چرا من اینو تکر نکردم. Soy